بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین و بعد. دوستان عزیز و مهربان، اولین صحبت‌های روز جمعه به این عنوان می باشد: روز جمعه روز عید است، چرا که بدون شک روز جمعه بزرگترین روز است، چرا که در این روز مسلمانان جمع میشن و حاضر میشن برای گوش کردن به خطبه روز جمعه، چرا که در این روز شریعت تاکید نموده است اینکه مسلمان به بهترین هندام و خوبترین صورت بیرون شود به سوی نماز جمعه، چرا که این روز روز خوشی و خوشنودی است برای مسلمانان نسبت به دیگر روزها، چرا که روز جمعه عید تکراری می باشد که هفته یک بار است. بنابراین مسلمانان سه عید دارند: یک عید فطر و یک عید قربان که در طول سال یک بار است، و عید روز جمعه که عید تکراری می باشد. به چه دلیل روز جمعه روز عید نامیده شده است؟ جواب: از جناب عبدالله بن عباس رضی الله عنه روایت است که گفتند رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: ان هذا یوم عید جعله الله للمسلمین، فمن جاء الى الجمعه فليغتسل وان كان طيب فليمس منه وعليكم بالسواك. خداوند متعال این روز را برای مسلمانان عید گردانیده است، پس هر کی به سوی نماز جمعه می آید غسل کند و اگر عطر و خوشبویی داشته باشد از آن استعمال کند، و همچنین توصیت به شما این که از مسواک استفاده کنید. روایت امام ابن ماجه رحمت الله علیه. درس‌هایی که از این حدیث شریف استفاده کرده میشه 4 چیز است. اول، بیرون شدن به بهترین هندام و خوبترین صورت که ابتدای آن از غسل و شستشو و نظافت بدن شروع میشه. دوم، از سنت ها و آداب روز جمعه همین است اینکه استفاده کردن از عطر و خوشبویی در بدن و هندام. سوم، همچنان استفاده کردن از مسواک و از بین بردن بوی دهن و پاک ساختن دندان ها به صورت درست. چهارم، باید که فرد مسلمان از سنت ها و آداب روز جمعه آگاه باشند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.